یکی گفته بود که فلانی توی جنجاله ها اشاره کرده بود که این هم بعضی از آخونده و مله ها رفتن توی جنجاله. بابا جنجال سیاسی ما هیچ نداریم. ما نه پست میخواهیم، نه مقام میخواهیم، نه منافع، هیچی نمیخواهیم، ولی حق مردم. من از این مملکت وجدان من مجبور میکنه که ما از حقوق مردم دفاع بکنیم. برای ما هیچ یکی خدا میداند که مردم برای ما فرق ندارن، نه شیعهش، نه سنیش، نه مسلمانش، نه غیر مسلمان، نه قومیت ها. همه قومیت های ایران نزد ما ارزشمندند. اسلام این آزادی داده، قانون اساسی هم به این آزادی داده، حق شهروندی داده. ما میگیم رعایت بشم، ما میگیم که کار به اهلش بره، کار به شایسته بره. یکی گفته بود که فلانی توی جنجاله ها اشاره کرده بود که این هم بعضی از آخونده و مله ها رفتن توی جنجاله. بابا جنجال سیاسی ما هیچ نداریم. ما نه پست میخواهیم، نه مقام میخواهیم، نه منافع، هیچی نمیخواهیم، ولی حق مردم. من از این مملکت وجدان من مجبور میکنه که ما از حقوق مردم دفاع بکنیم. برای ما هیچ یکی خدا میداند که مردم برای ما فرق ندارن، نه شیعهش، نه سنیش، نه مسلمانش، نه غیر مسلمان، نه قومیت ها. همه قومیت های ایران نزد ما ارزشمندند. اسلام این آزادی داده، قانون اساسی هم به این آزادی داده، حق شهروندی داده. ما میگیم رعایت بشم، ما میگیم که کار به اهلش بره، کار به شایسته بره.